أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن نهلوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين. تعداد من صلوا لله في الحرمين، أنوار أحمد قد
قسمت سوم. منظورت آنهایی است که امیرالمومنان را تهدید می‌کنند؟ این اراذل اوباش منتظر فرصتی هستند تا به امیرالمومنان دست پیدا کنند. به خواست خدا نمی‌توانند. آنها در پی این هستند که او را خشمگین کرده تا عکس‌العمل نشان دهد. سپس عکس‌العملش را حجتی بر ریختن خون مسلمانان قرار دهند. اگر رهایشان کنیم هم به گمراهی خود می‌افزایند. امیرالمومنان تلاش می‌کند پاسخ بدی را با محبت و بخشش بدهد. تصمیم گیری او بی‌دلیل نیست، نتیجه تجربه یک عمر طولانی است. می‌دانی خلیفه چند سال دارد؟ سن امیرالمومنان زیاد است. سنش از 80 گذشته. او ما را از زمان گهواره به یاد دارد. ما همه عموزادگانی هستیم که در مکه بودیم و خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را به عنوان هدایتگر و بشارت دهنده مبعوث نمود. پدرها و مادرهایشان را رها کردند و حتی مکه. آیا میدانی رها کردن مکه یعنی چه؟ به خاطر دین رهایش کردند. به خاطر همه ما. دین اسلام را با دل و جان بر دوش کشیدند تا انسانها را هدایت کنند. پس از او ابوبکر و عمر خدا رحمتشان کند آمده و انسانها را گروه گروه به دین وارد نمودند و به خود سختی میدادند تا مردم در آسایش باشند. بیدار بودند تا مردم بخوابند. می‌مردند تا مردم زنده بمانند. و اکنون اسلام سرزمین‌ها را می‌پیماید در حالی که در دامان نور به همراه دارد. گمان نمی‌کنم امیرالمومنان بعد از تمام چیزهایی که با آن مواجه شده بیم از جان خود داشته باشد. بعد از آن همه نعمت‌هایی که خدا به مسلمانان عطا نمود، 80 سال برای کسی که زیر پرچم پر افتخار اسلام پیروزی‌های زیادی را دیده، محال است اجازه دهد خون‌های پیروان خطاکارش ریخته شود. نه، آنها او را از مرگی می‌ترسانند که قطعاً آمدنی است. آن وقت است که با دیدار محبوبانش به آرزوی خود می‌رسد، با دستانی پاک از خون مسلمانان. از رفیقانمان چه خبر؟ حتی برای نماز هم نمیتواند از خانه خارج شود. برخی از افراد ما تهدیدهای ما را به گوشش رساندند. و اهل مدینه؟ آنها به دستور عثمان کاری با افراد ما ندارند. تا کی باید در این وضعیت بمانیم؟ منتظر چه هستیم؟ زیاد طول نمی کشد. من به شما قول می دهم. به نظرم عثمان در حال دادن بهانه به دست ماست. این کار را می کند. حتما این کار را می کند هر روز. آنها در کمین امیرالمومنان هستند و او نمیتواند به نماز جمعه برود. میترسم خونریزی روی دهد. هر اتفاقی میخواهد بیفتد. جانمان چه سودی دارد اگر آن را در دفاع از جانشین رسول الله صلوات الله علیه فدا نکنیم؟ او حاضر است جان خیش را فدای هزاران جان بیگناه کند. ابن عوام، به خدا قسم جنگیدن با آنها برایمان حلال شده. چگونه خدا برایمان حلال کرده؟ گمان نمی‌کنم با آنها بجنگی و از فرمان امیرالمومنان سرپیچی کنی. آیا چنین می‌کنی؟ نه، هرگز چنین نمی‌کنم. پس با آنها نماز نمی‌خوانیم. به خانه امیرالمومنان می‌رویم و در خانه ایشان نماز جماعت می‌خوانیم. نظر خوبی است. احسنت ای عمو. به او میپیوندیم و در خانه‌اش نماز می‌خوانیم و با این کار نیرنگشان را به خودشان باز می‌گردانیم. پس بشتابید. برویم. آرام باش ای ابا یوسف. روزهای گذشته مشغول تجهیز حجاج بیت الله بودیم و میدانی که امسال خدا را شکر تعدادشان زیاد شده. به همین دلیل کمی حقوقها به تأخیر افتاده. مشغول بودیم. دائما برای خود عذری میتراشی ای معاویه. بگو امیر معاویه. تو پدرش هستی؟ نه. پس عمویش هستی؟ نه. پس حتما یکی از خویشاوندانش هستی. چنین شرفی را از کجا بیابم؟ این گفتگو بین من و مردی بالغ است. چرا در کاری که به تو مربوط نمی شود دخالت می کنی؟
ابا یوسف، اعتراف میکنم حق با توست. آیا اشتباه مرا نمیبخشی؟ خدا خیرت دهد. هرگاه اصلاحش کردی میبخشم. چقدر صبر داری ای ابا عبدالرحمن، خیلی در مقابلش تحمل کردی. ای ابا مسلم، بدترین حجز این است که مشکلت را با دست حل کنی، در حالی که میتوانی آن را با زبانت بگشایی. اگر تنها تفاوت میان سخن نیک و زشت فقط گفتن آن بود، به جز دشنام از مردم چیزی نمیشنیدی. ولی انسان خردمند سخن نیکو را بر سخنان دیگر ترجیح میدهد، حتی اگر دوست نداشته باشد. از این گذشته این شخص حقش را میخواست. اگر او نمیدانست چگونه خواستش را زیبا مطرح کند، ما باید بدانیم چگونه پاسخش را زیبا بدهیم. تو دیگر کیستی ای کاتب وحی رسول الله؟ تو دیگر کیستی؟ سلام بر امیر و یارانش. و علیک السلام و رحمت الله. خوش آمدی. خوش آمدی ابن قیس. درود بر بزرگ مضر. رسیدم به خیر. چه خبرهایی آوردی؟ حجاج را به هوران رساندم و مطمئن شدم مسیر درست می روند. گفتم قبل از اینکه به خانه بروم به شما خبر خوش دهم. خدا بهترین پاداش ها را نصیبت کند. اکنون برو به خانه و استراحت کن. عصر می بینمت. خدا نگهدارتان باشد. خیلی طول کشیده ابن ادیس. افراد دارن خسته می شوند و عثمان همچنان همان موضع را دارد. به نظرت میخواهی چه کار کنم؟ او چند هفته است که در خانه مانده. یعنی بیرون نمی آید؟ همینطور بیرون منتظرش باشیم؟ عثمان به کنارگیری راضی نمی شود. مردم برای ادای حج به راه افتادند و او نیز ناچار است با آنها برود. و اگر نرفت؟ عجله نکن، او حتما بیرون می آید، زیرا اکثر اهل مدینه خواهند رفت به حج و او از ترس ما هم که شده اینجا نخواهد ماند. میدانی پس از این همه انتظار چه به ذهنم خطور کرده ابن جبله؟ چه فکری؟ احساس می کنم هر یک از ما منتظر است دیگری برای قتل عثمان پیش دستی کند و اینکه رفیقش پیش قدم شود، نه او. من هم همینطور فکر می کنم. میدانی معنای این چیست؟ معنایش چیست؟ معنای آن این است که وجدانمان احساس گناه می کند یا لااقل ما کاملا بر حق نیستیم. شاید این فقط احساس شخصی تو باشد و برای یافتن راه گریز می خواهی بر همه تعمیمش دهی. به خدا قسم هیچ کس در بین ما شکی ندارد به جز تو. میبینم به آسانی در هر موضوعی که میدانی یا نمیدانی قسم میخوری. چه میگویی اگر بگویم بسیاری از افراد ما نظرشان مانند من است؟ پس چرا در بین ما مانده ای اگر گمان میکنی کارمان اشتباه است؟ چه کسی گفته تو اشتباه میکنی؟ اینها فقط افکاری بود که در سرم میگذشت. شاید هم صبر تو خیلی زیاد است. کسی نیست که صبرش لبریز نشده باشد. 1 ماه است که در این حالت به سر میبریم. هیچ راهی برای دستیابی به عثمان نیافته ایم و منتظر نشسته ایم تا ببینیم چه رخ خواهد داد. مردم رفتن به حج را آغاز کرده اند. عیدشان را روز رهایی از عثمان قرار میدهیم. بله به خدا. ابن عباس به من خبر داده که امیر مؤمنان او را مسئول حجاج قرار داده. لا حول ولا قوة الا بالله. دیروز نماز و امروز حج. که میداند فردا چه باشد؟ بفرما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به درخواست خالت ام المؤمنین عایشه اینجا آمدم خواهرزاده.
من گوش به فرمان خاله‌ام ام المؤمنین عایشه هستم. مادر مؤمنان نیت حج کرده. دلیلش چیست که در این اوضاع می‌خواهد به حج برود؟ هر روشی را به کار بردیم تا برادرم محمد ابن ابی بکر را از این آشوبگران دور کنیم. برای همین مادر مؤمنان تصمیم گرفته به حج رفته و از او بخواهد به عنوان محرم همراهش برود. شاید از دست این فتنه‌گران رهایی یابد. فکر خیلی خوبی است، زیرا وجود محمد بین این آشوبگران سبب شده برخی به او جذب شوند، زیرا ابوبکر رحمت الله علیه در دل مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارد. به همین دلیل نزد تو آمدم تا نزد داییت بروی. من قبلا پیش او رفتم ولی سخنم را قبول نکرد. شاید به خاطر محبتی که به تو دارد بتوانی بر او تأثیر بگذاری. به روی چشم این کار را می کنم دایی. خدا خیرت دهد. آیا از آنها کار ناممکن طلب کرده ایم؟ اینکه عفان کنار رود و جایش را به دیگری دهد. عمویم ابوالحسن لایق این منصب است. آیا اینطور نیست؟ مگر ما چیز دیگری گفتیم؟ ولی علی ابن ابی طالب قبل از عثمان این امر را نپذیرفت. علی یا زبیر یا طلحه یا سعد ابن ابی وقاص فرقی نمی کند. مهم این است که آنها گوش به فرمان ما باشند، چون ما بهتر از همه مصلحت مسلمانان را می دانیم. رأی تازه‌ای طرح مکن ابن اودیس. بگذار بر علی اتفاق کنیم تا نگویند آنها گروهی هستند که نمی توانند بر یک نظر جمع شوند. این گونه حجتمان قوی تر است. خوش آمدی پسر خواهرم. درود بر تو دایی. چرا اینجا ایستاده ای؟ بفرما. با شما کار دارم دایی. والله به احترام ابوبکر و زبیر ابن عوام او را به اسبش نبستم و به مدینه نفرستادم. کاری با او نداشته باش. بیا. چه خبره خواهرزاده؟ خاله‌ام ام المؤمنین عایشه می‌خواهد به حج برود و من را فرستاده تا خبرت کنم که با او همراه شوی. چرا تو با او نمی‌روی؟ یا دایت عبدالرحمن یا پسر دایت محمد ابن طلحت ابن عبیدالله؟ دایی جان، من نمیتوانم در این اوضاع و احوال مدینه را رها کنم. دایی عبدالرحمن نیز همچنین، اما محمد ابن طلحه پدرش اجازه نمیدهد در حالی که امیر مومنان در محاصره است مدینه را ترک کند. آیا عثمان امسال با مردم به حج خواهد رفت؟ عثمان؟ نامش دیگر عثمان شد دایی؟ مگر نام جدیدی برخیش نهاده؟ بله، نام او امیر مومنان عثمان است. دایی، این کارها را رها کن. این مال زمانی بود که بر حق بود. هنوز هم بر حق است. دایی، گمان نمی کنم جدم ابوبکر خوشحال باشد از بودنت با این اراذل و اوباش. و فکر نمی کنم ابوبکر از آن چه رفیقش با پسرش انجام داده خوشحال باشد. و اگر این اراذل و اوباش به قول تو نبودند، سرم به فرمان امیر مومنان برباد رفته بود. بعد از این ما امر ناممکنی نخواسته ایم. میخواهیم او از خلافت کنارگیری کند. اگر بیش از این طول بکشد تمام کسانی که با ما هستند قانع خواهند شد. کسانی که با ما هستند بیش از ما به خواسته های ما ایمان دارند. در صف آنها بسیاری از صحابه هستند که به عثمان تمایل دارند و فراموش نکن مردم آنها را دوست دارند و به آنها اطمینان می کنند. پس چاره چیست؟ باید کار را جلو بیاندازیم وگرنه عاقبتمان وخیم خواهد شد. آنها چه بد می‌نگرند. کارشان فتنه انگیزی است. میخواهند خلیفه کنار رود و پدرم علی به جای او بیاید تا فتنه و آشوب به پا شود. نتوانستند سخن خود را به مردم بقبولانند. جانشینی پدر و مرا مطرح کردند تا صفای مسلمانان را متفرق کنند. آن کس که حقیقت را با چشمانش ندیده دروغ‌هایشان را باور می‌کند. آیا گمان می‌کنی این امر تنها در یک شبانه روز به وجود آمده آنها بر آتش خاموش می‌دمند؟ حق با ابن عباس است. همه چیز به شکلی منظم و زمانبندی شده طراحی شده است. استغفر الله العظیم. بگوی عبدالرحمن،
پس از اینکه برادرت محمد قبول نکرد با ام المؤمنین به حج برود، آیا مادر به حج می رود؟ هنوز امیدش را از دست نداده. میخواهد برود تا شاید محمد به وی ملحق شود، زیرا ام المؤمنین را خیلی دوست خدا دارد. تلاشای مادر مؤمنان را قبول کند. شاید خدا خواست و محمد ابن ابی بکر از چنگ این اوباش نجات پیدا کرد. آمین. چه شده بگو؟ فقط ابن اودیس و ابن جبله که نزد او خوابیده اینجا هستند. و ابن ابی بکر در خیمه‌اش است. آیا تو مطمئنی که اشتر به مدینه رفته؟ با همین دو چشمم دیدم. باشد، تأخیر نخواهم کرد. فوراً به بازار برو ای سهیل و مردم را صدا بزن تا سهمیه خود را بگیرند. امیر مؤمنان اینطور خواسته. اما مروان هنوز زمان توزیع سهمیه نرسیده است. امیر مؤمنان میخواهد قبل از رفتن مردم به حج توزیع شوند تا بتوانند نیازهای خود و خانوادهشان را برطرف نمایند. فراموش نکنی سهمیه صحابه و فرزندانشان را باید به خانه هایشان ببری. میبینم تنها نشسته ای ابن ابی بکر. چه شده؟ گویی نسبت به آنچه میخواهی مطمئن نیستی. این برای اولین بار است که درخواست خواهرم عایشه ام المؤمنین را رد میکنم. از تو چه خواسته که اجابت ننموده ای؟ از من خواسته امسال با او به حج بروم. عجیب است. رفتن به حج همراه با مادر مؤمنان را رد می کنی و حاضری با عربهای بادیه نشین بمانی؟ طوری سخن میگویی که گویی از آنان نیستی. نه، نیستم. من برای برکناری عثمان به اینجا آمدم. سابقه نداشته که خلیفه مسلمانان برکنار شود. من و تو کیستیم که بر خلیفه چون عثمان بشوریم؟ ما تصمیم خود را گرفته ایم. راهی برای برگشت نیست. میدانی در مورد این قوم که بر عثمان شوریدند و ما با آنها هستیم به چه نتیجه رسیدم؟ چه نتیجه ای؟ احساس میکنم که هر کدام از آنها برای قیام علیه عثمان دلیلی دارد. گروهی بزرگ در طمع مال و منالند و گروهی کینه او را در دل دارند زیرا حکم خدا در میانشان اجرا نموده و گروهی تعصب قبیله‌ای آنها را برانگیخته است. ولی همه در دشمنی با عثمان اتفاق نظر دارند و بعد از این آنها در همه چیز اختلاف نظر دارند. تو از کدام گروه هستی؟ به خدا قسم من مشکلی با اون ندارم مگر اینکه پیمان شکسته. می‌خواسته من را به قتل برساند. از این گذشته گناه من چیست که اهل مصر می‌خواهند من والیشان باشم؟ تو را به قتل برساند؟ واضح گشته که شخصی شبانه این نامه را تحریزی نموده تا آتش فتنه بین ما و عثمان را شعله ور کند. نمیدانم تو چرا نمیخواهی این را ببینی؟ خواهیم دید که چه می شود. خواهیم دید. یکی از افراد پیشنهاد کرده اجازه ندهیم آب و غذا به او برسد تا بیشتر در تنگنا باشد. پیشنهاد درستی است. به نظر می رسد معاصره او در خانه خیلی سودمند نبوده است. با این نظر موافقم. تا وقتی غذا و آب دارد معاصره ما چه سودی خواهد داشت؟ باید او را در تنگنا قرار دهیم تا خلافت را رها کند. شما نیز همینطور فکر میکنید؟ اگر از همان اول این کار را کرده بودیم در وقت و توانمان صرف جویی شده بود. بنابراین باید قوی ترین افرادمان را انتخاب کنیم و در اطراف خانهش بگذاریم تا آب و غذا به او نرسد. باید همه از این کار با خبر باشند و بدانند و کسی جرأت سرپیچی به خود راه ندهد. نباید نسبت به کسی که سرپیچی کرد هیچ نرمی نشان داد تا مردم ما را بهتر بشناسند. عبدالرحمن،
سلامم را به مادر مؤمنان برسان. پس از اینکه همراهی با او را نپذیرفتم دیگر نمیتوانم در چشمانش بنگرم. اما من کاری را آغاز کردم که باید تا آخر ادامه دهم. برادر، کاری مکن که سرانجام آن ناپیداست. بترس از کاری که فردا برایت پشیمانی بیاورد. خدا به همراهت. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدی ابن آس. بفرما. چه شده ابن آس؟ نگاهت غمگین است. آمدم از شما خداحافظی کنم. که به حجاج بیت الله بپیوندی؟ نه، میخواهم به فلسطین بروم. امیر مومنان به من اجازه این کار را داده. اکنون؟ تو که میبینی ما در چه وضعی هستیم. میخواهی امیر مومنان را رها کنی در حالی که او به ما نیازمند است. یا ابا هریره، وقتی چهره این آشوبگران را مشاهده می کنم اما نمی توانم هیچ کاری کنم، رفتن برایم بهتر از ماندن در مدینه است. فکر نمی کنی برای رفتن به فلسطین کمی عجله می کنی ابن آس؟ من نزد امیر مومنان رفتم و با او گفتم اجازه بده سراغ آنها بروم حتی اگر مرا بکشند. اگرم این کار را بکنند مهاجرین و انصار به آنها امان نمیدند. ولی او قبول نکرد و من را از روبرویی با آنها من نمود. او میخواهد خونهای ما را حفظ کند گرچه به قیمت خون خودش تمام شود و من طاقت چنین چیزی را ندارم. سخت نگیره ابن آس، بشین. حال ما نیز بهتر از تو نیست. بشین. دیگر صبرم لبریز شده. تصمیم خود را گرفتم و باید بروم. تنها می روی؟ نه، خانواده‌ام را نیز با خود میبرم. به خدا قسم دوریت برای من سخت است ای ابا عبدالله. من هم همچنین. اما دلخوشی ما این است که به سرزمین معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهم رفت، به فلسطین. ابا هریره، برای من دعا کن تا مشکلات من آسان شود ای ابا عبدالله. پچ اهل مصر زیاد شده است. گمان می کنم چیزی در سر دارند. گفتگوی معمولی بیش نیست. ما فقط باید منتظر باشیم. انتظار تا کی؟ نمیدانم عجلت برای چیست. از ماندن در اینجا خوشت نمی آید؟ رفاقت طولانیت با من یک ذره هم به عقلت نیفزوده خراس.
کجا؟ نگفتی کجا می روید؟ آب بیاوریم. برگردید به همان جایی که بودید. ولی در خانه آبی نداریم. روزه بگیرید سالم بمانید. اجازه نمیدهید هیچ کس برایشان غذا یا آب بیاورد، هر که باشد، حتی اگر مجبور به جنگ شوید. شیرفهم شد؟ به خدا من نیز با آنچه عمو ابوالحسن میگوید تمایل دارم. معقول نیست که شهر خیش را رها کنیم، حتی اگر برخی از بزرگان اینجا را ترک کنند. ولی تو میدانی پسرمو، این آشوبگران صراحتاً گفتند که میخواهند به جای امیر مومنان عثمان پدرمان خلیفه مسلمانان شود. فردا اگر هر اتفاق ناگواری روی داد، کسانی که حقیقت را نمیدانند میگویند دست ما در کار بوده، در حالی که ما بیگناهیم. ولی ای برادر اگر اتفاق بیفتد، رفتنمان از مدینه دهان بدخواهان را میبندد. سپس در مدینه ما مطیع امیر مومنان هستیم، در حالی که قلب‌هایمان پاره میشود نمیتوانیم هیچ کاری بکنیم. آنچه میگویی درست، ولی هنگامی که ما در مدینه از سخن شایع پراکنان در امان نیستیم، چه لزومی نیست که در خارج از مدینه در امان باشیم. بعد از این مادامی که خدا میداند ما از همه این تهمت‌ها بری هستیم، چه فرقی میکند مردم چه بگویند؟ اما این که میگویی امیر مومنان معاصر است، به خدا قسم ما بیش از او معاصر هستیم، با این تفاوت که او امر میکند ولی ما نه. اما این که مردم درباره ما شایعاتی میسازند، آنها درباره کسی بهتر از ما شایعه ساختند. صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. بهتر است فوراً به خانه عمویم برویم تا بشنویم او در این باره چه میگوید. به خدا قسم چیزی جز آنچه امروز صبح به من گفت نمیگوید. رفتن را راه حل نمیداند. سپس این که میگویی چه شده؟ پدرتان میگوید هر چه سریعتر به یاری خلیفه بشتابید. آب را بر او بستن. چه میگویی؟ کجا میروی؟ راه را باز کنید. فرمان را نشنیده ای بنده ای خدا؟ نه، نشنیدم. پس راه را باز کنید. مادرت به عزایت میخواهی بمیری؟ چه خبر شده؟ بین افراد ما و پسران علی ابن ابی طالب درگیری رخ داده. کجا و چرا؟ خیلی وقت نیست. افراد ما به فرزندان علی چه کار آنها را نمی شناختند. چه اتفاقی افتاد؟ به خدا قسم آنها از گربه‌ای که سگ دیده ترسوترند. اگر پدر نیامده بود دست بسته میانداختیمشان زیر پای امیرالمومنین. تنها به خاطر اطاعت از امیر مومنان آنها را نکشتیم. خوش آمدید. شنیدم که امیر مومنان استغفار میکرد، زیرا شما ریحانه های رسول الله را در خطر انداخته بود. صلی الله علیه و آله و سخن ابوبکر صدیق را میگفت. قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، رعایت حق خویشاوندی رسول الله محبوبتر از رعایت حق خویشاوندی خودم است. خدا امیر مومنان عثمان بن عفان را برایمان حفظ کند. امیر مومنان گمان میکرد آنها به پسران علی ابن ابی طالب که ادعا میکنند
از خلیفه ما بیشتر دوستش دارند کاری ندارند. نه ابن حکم، نه. محبتشان نسبت به ما تنها ظاهرسازی در برابر مردم است. آنها جز خودشان هیچ کس را دوست ندارند. راست گفتی ای ابا محمد. از همان ابتدا معلوم بود که فقط ادعا می کنند. ولی امیر مؤمنان شما را به خدا قسم داده که کاری به این بیخردان نداشته باشید تا بهانه‌ای در مورد اهل بیت و اصحاب پیامبر پیدا نکنند. هرچه امیر مؤمنان بخواهد. ما فقط از امیر مؤمنان اطاعت میکنیم. بارک الله. کار خوبی کردید که ابوالحسن را عصبانی نکردید. ولی او سخن تندی به ما گفت که اگر شخص دیگری بود طاقت نمی آوردیم. چگونه انتظار دارید از شما ناراحت نشده باشد در حالی که پسرانش و نوه‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم را آزردید؟ او بیشتر به این خاطر از دست ما عصبانی بود که آب را بر عثمان قطع کرده بودیم. خیلی برآشفتم. او ما را نادان خطاب کرد و عثمان را ستود. سخنانش همه ما را برآشفت، ولی در برابرش حقیرانه ایستادیم و سخنانی که چون پتک بر سرمان فرود می آمد را تحمل. مهم نیست. مهم این است که همان گونه که آمده بود بازگشت. سخنان تندش چیزی از ارزش شما کم نمی کند. به خدا قسم شما بهترین مسلمانان هستید، نه عثمان. راست گفتی ای ابن سبع. اینک نزد امیر مؤمنان آمدیم تا دوباره انصار الله باشیم. خدا بهترین جزا را نصیبتان کند. ذلتی برای انصار بیشتر از این نیست که آب از جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم قطع شود و ما آسوده باشیم. به خدا قسم اگر پسر موهای ما این کار را می‌کردند آنها را با اینکه اهل مدینه بودند می‌کشتیم. حالا چه برسد به این سنگرویان اراذل و سنگدل. ما نیز مانند تو برای یاری خدا و جانشین پیامبرش آمده ایم، ولی امیر مؤمنان ما را از جنگ با آنها برحذر داشته و چاره جز صبر نداریم. به خدا قسم امیر مؤمنان مصلحت ما را بهتر از خودمان می‌داند. چه رسد به مصلحت خودش؟ اگر من با بهترین سواران انصار حالا اینجا هستم به این خاطر بود که احساس خطر کرده ایم. از کافر نیز آب را قطع نمی کنند. آیا این درست است که مرتدان سیراب باشند و خانواده خلیفه تشنه بخوابند؟ اگر آنها آب را بر من بستند خدا مرا سیراب می کند. این سخن امیر مؤمنان است و تو میدانی ای سعد خداوند بنده ای را که دوست دارد امتحان می کند. اگر شما خلیفتان را دوست دارید شمشیرها را غلاف کرده و به خانه بازگردید. خدا به من و شما رحم نماید. گوش به فرمان امیر المؤمنین. ای سواران، برمیگردیم به همان جایی که آمدیم. عید قربان نزدیک است. همان وقتی که خداوند خونبهای پیامبرش اسماعیل را قوچی قرار داد. پروردگارا همان گونه که جدمان اسماعیل را از مرگ رهانیدی عثمان را نیز از شر و اوباش رها کن. پروردگارا آمین. آیا خبر دارید که این مرتدان به مادر مؤمنان حبیبه دختر ابو سفیان توهین نموده و سخنان ناروا گفتند؟ نگو ای ابن عمر. به خدا قسم ابا محمد، خدا نابودشان کند. تا کی میخواهند نسبت به رسول و یارانش گستاخی کنند؟ در زمان جاهلیت اگر کسی با زنی درگیر میشد خودش و خانواده‌اش را ننگ فرا میگرفت. چگونه کسی که لا اله الا الله میگوید به همسر پیامبر گستاخی میکند؟ چگونه؟ تا کجا ای حسن؟ باید پدر را ببینم. ولی چه کسی او را میکشد؟ شما که همگی خود را از کشتن او کنار میکشید. آیا در مورد حقتان دچار شک شده اید؟ یا اینکه از قوم و قبیله‌اش میترسید؟ شک برای من آشکار شده. والله در یک چشم بر هم زدن نیز شک نکرده ایم. اما ترس از قوم و قبیله چاره‌اش سهل است. چگونه؟ میکشیمش و خونبهایش بین قبایل تقسیم میشود. پناه بر خدا. چه شده اشتر؟ چه شده؟ آیا این همان سخنی نیست که قریش هنگامی که میخواستند محمد صلی الله علیه و سلم را به قتل برسانند گفتند به سان یک شخص او را به قتل میرسانیم تا خونش هدر شود، زیرا بنی هاشم نمیتواند از تمام قبایل خونبهایش را طلب کند. گوش کن ای اشتر، متوجه تردید تو شده ایم، اما میگفتیم ما اشتباه میکنیم. ولی من فقط سخنی را میگویم که خداوند سبحانه تعالی گفته.
حق از سوی پروردگارت آمده، پس از مرتدان مباش. خوب شد که این را گفتی. این سخن را آن که بهتر از توست به آن که از من بهتر از فرموده. خداوند متعال آن را به پیامبرش علیه السلام فرموده است. این همان چیزی است که از آن میترسیدم، این که متفرق شویم و شکوهمان از بین برود. به خدا قسم مرا شرمنده کردید ای آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. آن از پدرتان علی که در مجلس خیش به استقبالم آمده به سخنانم گوش داد و حقیقتی پنهان را برایم آشکار ساخت و اکنون در کنار شما میترسم شایسته این همه محبت شما نباشم. برای من تعریف کنی اشتر، بگو چه بین تو و ابوالحسن گذشت؟ به او گفتم ای ابوالحسن، ما اینجا آمده ایم زیرا خود را بر حق میدانیم و تمام چیزی که میخواهیم حداقل من و قومم این است که عثمان حق ما را از کارگزارانش بستاند، ولی کار به جایی رسیده است که ما انتظارش را نداشته ایم. منظورت این است تا جایی که دلتان میخواسته نرسیده؟ اصلا منظور من این نبود ای ابا محمد. ما با عثمان مشکلاتی داریم، اما دیگر نه اینکه کار به جایی برسد که بخواهیم او را بکشیم. به خاطر اطاعت از خدا، ترس از خشم و غضبش. بازگشت به حق بهتر از ماندن در باطل است ای اشتر. درست گفتی ای عمار. به پدرتان گفتم و اکنون به شما میگویم، من و قومم از این کار کناره گیری کرده ایم و اشتباه دیگران به ما ربطی ندارد. پدرم در پاسخ چه گفت؟ به خدا قسم انتظار نداشتم که چنین چیزی از او بشنوم. او به من گفت ای مالک، تو مردی عاقل و بزرگ قومت می باشی و از جنگجویان معروف مسلمانان به شمار می روی. تو از جمله شجاعان عرب هستی ای اشتر، اما شجاعت واقعی این است که انسان تسلیم حق باشد. نمیدانم چه بگویم. ما همه میدانیم که شما بر حق نیستید و یک روز هم بر حق نبوده اید و اگر امیر مؤمنان... من نزد پدرت و شما آمدم و تلاش میکنم گذشته خود را جبران کنم. آنچه ابوالحسن گفت به ما کمک میکند تا پرده‌ای که چشمانمان را پوشانده بود کنار بزنیم. او گفت فرض بر این بگیریم که امیر مؤمنان اشتباه کرده. ما همه بشریم، نه فرشته. کدام یک از ما اشتباه نمی کند؟ اگر بخواهیم بر هر اشتباه دست بگذاریم دیگر هیچ دوستی باقی نمی ماند، نه فرزندی با پدرش، نه زنی با شوهرش. جای شما در این سخن خداوند کجاست؟ کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می آیند می گویند پروردگارا ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند بیامرز و کینه‌ای نسبت به مؤمنان در دلهایمان جا مده. این دعای پیروان نیک است. این گونه است: خدا شما را ببخشد و ما و شما را بیامرزد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. عید بر شما مبارک. همچنین بر شما. سلام بر سجاد. کم ملاقاتت میکنیم. گرفتاری های زندگی حسن. حالت چطور است پسرمون؟ مشتاق دیدار ای حسین. آمده اید عید را به امیر مؤمنان تبریک بگویید؟ بدون شک، مگر بدون دیدن امیر مؤمنان عید برایمان خوش می شود؟ به خدا قسم راست گفتی. ابوالحسن کجاست؟ با شما نیامده؟ همین الان خواهد آمد. چه گفتی؟ به ما این چنین خبر دادند. وای بر ماویه، من اینجا آسوده نشستم در حالی که امیر مؤمنان چند هفته است در مدینه در محاصره است. اگر خداوندم از من بپرسد چه جوابی بدهم؟ پروردگارا مرا ببخش، نمیدانستم. پروردگارا مرا بیامرز، خبر نداشتم. اکنون باید چه کار کنیم ای امیر؟ همین حالا لشکرمان را آماده میکنی ابن مسلمه. چند نفر هستند؟ حدود 3000 نفر. 10,000 جنگجو با خود برگیر. شبانه روز حرکت میکنید قبل از اینکه او را بکشند.
به خدا قسم خیلی وقت از دلم شور میزند، ولی میگفتم همش وهم و خیال است. هنگامی که مدینه رسیدیم چه کار کنیم؟ از خلیفه دفاع کنید و اگر هم لازم شد جنگ کنید. خوش آمدی صفا آوردی ای قعقا، منزلم را مشرف نمودی. بفرما. برای خداحافظی آمدم. ابو موسی اشعری مرا در رأس لشکری به سوی مدینه مأمور کرده تا از امیر مؤمنان عثمان ابن عفان در برابر آشوبگران دفاع کنیم. ابو موسی کار بسیار درستی انجام داده، اما بدان ای قعقا این آشوبگران اگر چه اشتباه کردن، باز هم آنها برادران دینی ما هستند. بسیاری از آنها نمیفهمند که چه کار میکنند. آشوبگران آنها را با خود برده‌اند و خود نمیدانند که حق با کیست. تلاش کن خونی ریخته نشود. امیدوارم مجبور به این کار نشویم ابا طریف. پروردگارا ما را از فتنه ها دور بگردان. آمین. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين
حسنا